سلام خدمت شما عزیزان. امروز میخوام براتون از تفاوت ظروفی که توی احجام چوبی ساخته میشه و ظروفی که توی خراطی ساخته میشه بگم بهتون. ظروفی که توی خراطی ساخته میشن در واقع اصل چوبمون رو ما به دستگاه خراطی میبندیم و به وسیله ممار بهش فرم میدیم. این چون روی چوب روی دستگاه میچرخه، در نتیجه چیزی که تولید میشه حالت مدور داره. اگر نگاه بکنید همه نمونه هایی که اینجاست این حالت مدور رو دارن. اما ظروفی که توی احجام چوبی کار میشن ظروفی هستن که هر فرم و شکلی در فضا میتونن داشته باشن. حتی مثل این کار پیچ بخوره یا مثل این کار حسابی دیوارهاش بالا بیاد و خیلی مدل های دیگه که میتونید داشته باشید. ممنون از شما.